سلام، از ششمین ویدیوکست لولا آنلاین در خدمتتون هستم. من علیرضا متینی هستم. اینجا لولا آنلاین. امروز میخوام در مورد مواد پی 80 و پی 100 با هم دیگه صحبت بکنیم. تو این ویدیو تو دسته بندی لوله‌های پلی اتیلن. لوله‌های پلی اتیلن از لحاظ مواد استاندارد با گرید های شناخته میشن، مثل پی 80 پی 100. این پی 80 و پی 100 در واقع تکنولوژی ها رو داره نشون میده که قبلا 63 بوده، 40 بوده. الان پی 100 تکنولوژیش از پی 80 بالاتره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما لوله رو با مواد پی 80 تولید بکنی و همون لوله رو با همون وزن، با همون ضخامت، با مواد پی 100 تولید بکنی، اون که مواد پی 100 تولید شده سبکتره، ضخامتش کمتر و فشار بیشتری رو تحمل میکنه. در واقع اگر شما یه لوله 63 که وزن 1 مترش 580 گرمه، اینو با مواد پی 80 تولید بکنین 6 بار فشار تحمل میکنه، ولی همینو با مواد پی 100 تولید بکنید 8 بار فشار تحمل میکنه. و این تکنولوژی اصلا ربطی به این نداره که اگه پی 80 باشه بهتر یا پی 100 باشه بهتر. اینطور نیست. تکنولوژی پیشرفت کرده و هر دوی اینا از لحاظ استاندارد داره. کل استاندارد مورد تایید، از لحاظ کنترل کیفی مورد تایید و همه آزمایش‌های مربوط به لوله‌های پلی اتیلن رو پاس میکنه. امیدوارم که این ویدیوهاتون مفید باشه. مثل همیشه ما رو از نظراتتون آگاه کنید. صفحات اجتماعی ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در یوتیوب، اینستا و آپارات ویدیوهای ما رو ببینید، شیر کنید، سیو کنید و ما رو خوشحال کنید. مرسی. خداحافظ.